لنین، اسماعیل سامانی، امامعلی رحمان یا نام چندین خادمان دولتی و جمعیتی از ناحیه باباجان غفورов برای نامگذاری یک کوچه باعث بحث ساکنان شده است. این مسئله زمان سر زده است که سال 2017 پیوندان خادم دولتی و زاده این کوچه تاج نسا آسیمووا خواستند برای خدمت‌هایش کوچه لنین را به نامش عوض کنند. ولی این پیشنهاد قبول نگردیده و عائله طبیب نامی براجان روزیوف عین چنین خواهش را کردند. وقتی که گروهی خوردی تشکیل کردیم با راهبری مومن رئیس ناحیه، رئیس جماعت، کارمندان مومن و رئیس جماعت عائله روزیوف آدمی بارینا کشان، هر یک خواجگی به خواجگی در بدر رفته صاف شفاف فکر اندیشه همه خلق گرفتیم، با امضاشون همشون تصدیق کردیم که همون نتیجه همون در آخر 16 کس طرفدار، 85 کس ضد، 2 کس بی‌طرف. ساکنان میگویند بیش از 60 سال باز این کوچه به نام اساسگذار دولت شوروی ولادیمیر ایلیچ لنین است و در زمانش این تصمیم با پیشنهاد کالخواسچی نامی سید خوجه اورونخوجایف عملی گردیده است. حالا در این کوچه 170 حولی موجود است که در آن بیشتر از 200 عائله زندگی میکنند. برخی از آنها میگویند به این نام عادت کردند. ما سال 71 تا 73 هر روز خدمت کردم. بچه میگفت نیوجل واسه میگه گریونی такой название есть. ما وای میکردیم، فخر میکردم که ما کوچه نامش لیلی. ولی خدای شکر من هر اومدگیم به 50 سال شد. 50 سال میشه ما فخر میکنیم. ولی من فکری خودم هم که نام علیش کردن چی لازم مو؟ آجنده کوچه نامش عوض کردن. همه اینجا هزارت زیاد آدم زندگی میکنند. همه شناس نامش عوض کردنش نکردن. در همین حال طبق اطلاع مسئولان مقامات محلی روز 19 سپتامبر در همایش وکیلان جماعت مسئله عوض‌کنی نام کوچه لنین از جانب رئیس جماعت بر رایدهی گذاشته شده و اکثر وکیلان به طرفداری براجان روزیوف آواز دادند. ولی طبق قرار نو تنها نام یک قسمت کوچه عوض کرده می شود. وکیلان آواز دادن، لیکن نگفتن که همین پروتکلش چیه. یگان کس ندیده میدن، نشان هم ندادن. آها گرفتن آواز دادن و آها دست بعد باشن آواز دادن. این نام پدر میمانیم اینجا. غیر از اون کوچه دو پلاخ میشه، نیمش لیلی میشه، نیمش نام پدرم میشه. بخیر یک تا کوچه نیم. خیر نه لیلی شد، نه نام. همه ارباب منطقه بهتر نمیخواد. اکنون اینو دختر کار کردن، آبرویانok شدن، نامشون دختر خانم. کوچه لنین در شفت قصر ارباب جایگیر شده است. در این قصر 30 سال پیش امامعلی رحمان به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شد و پس آن تا مسند پیشوای ملت رسید. ساکنان میگویند کوچه آنها در موضع تاریخی جایگیر شده است و باید نام شخصان ارزنده تابلوی حولی های آنها را زیب دهد. از نام از فرزندای فرزانه ملت‌ها و قهرمانان تاجیکستان، اسماعیل سامانی، امامعلی رحمان، اجلاسی 16 مانده شده. می سه نام حاضر خلق طرفداری شد و اینها پسند آمدگی. ولی مسئولان جماعت اونجی میگویند تا حال نفری از ساکنان با پیشنهاد دقیق و یکدلانه به آنها مراجعت نکردند. آنها میگویند تا عوض شدن نام باقی مانده حولی های کوچه لنین باشندگان آن برای پیشنهاد باید شتاب کنند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفورov.